قوانین 48 گانه قدرت. قانون چهارم: همیشه کمتر از آنچه لازم است سخن بگویید. وقتی سعی می‌کنید مردم را با کلمات تحت تاثیر قرار دهید، هرچی بیشتر بگویید، معمولی‌تر و نامسلط‌تر به نظر می‌رسید. حتی اگه چیزی می‌گویید که اکنون به نظر جدید می‌رسد، اگر انتهای آن را باز و مبهم نگه دارید، افراد قدرتمند با کمتر سخن گفتن دیگران را تحت تاثیر قرار می‌دهند و می‌ترسانند. هرچه بیشتر بگویید، احتمال اینکه چیز احمقانه‌ای بگویید بیشتر می‌شود. قانون پنجم: خیلی به شهرت بستگی دارد. با زندگی خود از آن محافظت کنید. شهرت سنگبنای قدرت است. تنها از طریق اعتبار می توانید بترسانید و برنده شوید، ولی با این حال به یک باره می لغزد. شما آسیب پذیر هستید و از هر طرف مورد حمله قرار خواهید گرفت. بنابراین شهرت خود را دست نیافتنی کنید و همیشه نسبت به حملات احتمالی هوشیار باشید و قبل از وقوع آنها را خنثی کنید. در عین حال یاد بگیرید که با خراب کردن شهرت دشمنان خود آنها را از بین ببرید. سپس کنار بایستید و اجازه دهید افکار عمومی آنها را به زانو در بیاورد. قانون ششم: به هر قیمتی جلب توجه کنید. همه چیز از روی ظاهرش قضاوت می شود. آنچه که دیده نمی شود بیفایده است. هرگز اجازه ندهید در میان جمعیت گم شوید یا در فراموشی دفن شوید. تو چشم باشید. به هر قیمتی قابل توجه باشید و خود را مرکز توجه قرار دهید و بیشتر و رنگارنگتر ظاهر شوید. مرموزتر از اکثریت بیروح و خجالتی باشید.